برادران عزیز، ویدیوی امروزه ما درباره دو پروگرام می رود. یعنی پروگرام اول موبیزن و پروگرام دوم باشد اکران زوانکو. یعنی که اینها برای چی خدمت میکنند. پروگرام اول چنانه که میبینید موبیزر برای ضبط کردن روی اکران، یعنی ویدیو کردن از روی همین تلفن خدمت میکند. خب از اینجا می توانید ویدیو کرده تماشا کنید یا اینکه از سر نو ویدیو کنید. چنانه میبینید روی همین اکران ما هم با موبیزر ضبط می شود. خب پروگرام دوم باشد اکران زوانکو، یعنی که برای هنگامی که مد زنگ میزنند یگون رنگ دیگرگون شدن اکران ما خدمت میکند. وارد میشویم به همین پروگرام. خب هنگامی که وارد شدیم سراول میبرد تلفن ای کانتاکتو، دوم رزولوشن اکران، سوم باشد رزولوشن نزوانکی. خب اینها را ما انتخاب کردیم، همش انتخاب میکنیم. دتادا خب بعدا ایره ایکس میکنیم. خیر رکلام دارد همه پروگرام ها. خب چنانه میبینید برادرها، مثال اگر خواهیم که در وقت زنگ زدن با ما همین عمود اکران تلفن من شود، مثال یکم شای انتخاب میکنی، دوم میخیل، سوم، چهارم. خب برادرها اینجا نموداش نشان دادگی های کدام نموده که مثال میخواهیم و باز هست نمودهایی که در این پروگرام نیستن و میتوانید اسکچت کنید. چنانه که شما میبینید اسکچت نویسندگی اینهایش در این پروگرام نیست، یا را میتونید اسکچت کنید. خب اینهایش که هستن نشان دادگی که اکران شما چگونه می شود. خب برادران عزیز، ویدیوی امروزه ما همین دو پروگرام بود. می توانید هر دو اینها رو از پلی مارکت دسترس کنید، موبیزن و اکران زوانکو. برادران عزیز، ویدیو با شما معقول شده باشد لایک مونید، در کانال ابونه شوید و فکرهای خود را در کامنتاری نویسید. باقی در پناه یزدان پاک باشید.